أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى، والذين كفروا عما أنذروا معرضون. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات. ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين. أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ya Ahad Samad Parvardigara.
برسان صاحب ثمر کلام و های خراج در اول المزیاد و تنبر و قانیت خداوند حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم برای هر آل اصحابش تمام. الها پروردگارا به حق حرمت الحمدلله رب العالمین، به حق حرمت طه و یاسین، به حق حرمت هر دیگه سوی محمد، به حق حرمت این آیات ها کلمات که الان قرائت شدن، ای پروردگار بزرگ دستی دعا و در بدن بگردن کاج بتضرع بزاری که ای پروردگار بیماران اهل اسلام را از خزائن غیبی شفای کامل کن. پاک پروردگار بندیان اهل اسلام را از بند آزاد کن. اله احد الصمد و پروردگار خاطر گذشتگان ما را از شاد گردان، طریق رحمت و شفیع جنت شان. پاک پروردگار فرزندان ما را اهل بیت ما را برای راست هدایت کنید و هم راهی که پرستش ذات پاک یکتا خدای رحمان سازید. اله پروردگار وطن ما را اهل اولاد سرزمین مقدسی که پدر اجداد ما را مقدس زندگی دارند و سیری و کوری بگردانید. اله احد الصمد و پروردگار غریبان فرزندان ما که در غریبی هستند اونا را از هر بلاهای آخری زمان در خانه قسمت بگیرید. این مومنان که اینجا نشستن هر کی دست دعا به درگاه برشان هر کی را مقصود است مطلوب است حاجات است برآورده خیر گردانید. آمین یا رب العالمین. شما